این نانو را مونیم بچه جون بهترین میشه خیلی مونیم اینا چنه قندو رامتی بچه جون اوچا جون بعد خونه که رفته میشینستین شما بچه جون روز دیگه من نمیدونم یکی اما تعریف میکنه که بسیار آدمای خوبه خدا خوب باشن انشالله ماتریالو در ماشینن اوچا جون باز من میرم ماتریالو رو میگیرم میام خوب اوچا جون میدم بندیم رو سلام علیکم سلام علیکم تقا جان بیای من شما رو یاردم منت دارم سلامت باشین کدام طرف میرین تو ایستگاه رفتیم پسرم ببین شهرمون روز به روز آباد شده ایستاده است بله میگن که خوبی که در جوانی کردی در پیری میبینی تشکر پسرم تشکر ما دایم در خدمت شما تقا جان دایم باش تقای سلطان مراد خونه میرین؟ بله بیاین شیرین من خونه رفتیم تشکر پسرم تشکر تقا جان روی سفید این حقی رو لازم نیست پسرم تقای را تا خونه شو برکه جون خونه آباد باشه سلامت باشین خوب رحمت انا میخوای با بچه هم خواستگاری رفتستیم تمام کردیم اوچا جان ها بچه جون بیا چند سو شده پا جان ما سپاریدم آماشه تمام رفتیم رحمت اپا جان رحمتی سلامت باشین بله بین اوچا جان های خیلی بچه جان خدا برای کار اونا بکن آمین چی موشه؟ نه کورم که السلام علیکم سلام علیکم ممکن؟ بیان ممکن افا جان بیان سلام علیکم بیان اکم بگذارم خواه جان ما بیرا بگیر خونم برو بیان اکم بیان خوش آمدین بگذاریم خوش آمدین خوش وقت باشم خوش آمدین خواهر جان یک چای جوش بشی بچه جان زحمت نکش بچه جان هیچ کنم میکنم بگیرین خواهر جان چای بیا بگیرین خوش آمدین این مالدیف بچه میگم کلانترتون هست؟ هست اتم خونه دارم هازی هازی السلام علیکم سلام علیکم خوش آمدیتون خوش وقت باشم سلام علیکم پسرم چشم تقا جان شین پسرم مسئله خوراک بین شما تشویش نکشید هیچ گپ نیست ما با یک نیتی خیر آمدیم خب خواهری من در همسایگی شما زندگی میکند با فکرم با شما گفتن من خبر دارم خواهرم این کس پسری من صاحب معلومات است کاری شخصی خودش رو هم دارد دانش آموختن ضرور است مهمش حرمت و احترام و آدمگری بله ما الکش شناسیم من نسبت به فرزند شما خلاصم را برآوردم کاش همه جوانا از پسر شما آداب آموزم سلامت باشید مدامی که به نیت نیک آمدید فرزند شما فرزند ما فرزند شما هزار رحمت خوشبخت شوند